شما ما دست بفرمایین. یا بیا منو بلنبون یا برو. اوه حواسم نبود اینجا این دوتاتون. حالا یه دقیقه هم نیست اومده هی میگه. من نمیفهمم چرا وقتی بزرگتر حرف میزنه این بچه چغلا میپرن وسط. ببین شیرین جان اینو خوردی تموم شو، حالا بیا منو بخور بیا. به نظرم میگه آقای نعمتیان گل بزنه به آسانسور بکنی ماشین عروسه. بس دیگه تو این وضعیت خب خیلی دیگه نمیفهمی وگرنه یه جا قبول شده بودی آبروی صحت ما رو نمیبردی. تو هم که دور تربیت بچه تو قلم گرفتی، تو هم که بی تربیت، تو هم که بوز اخباش اینجا نشستی، تو هم که بی تربیت، تو هم که من چی؟ هیچی. سعید برو بابا من چه؟ بشون در آقا میگه بشون در جلاتته. دو نفر که میخوام با هم ازدواج کنن نباید شبیه هم باشن، باید مکمل هم باشن. چطور تو آلمان بهتون یاد دادن نمکو بزنین به خیار بخورین ولی این چیار بهتون یاد ندادن.